سلام بیننده های عزیز، خوش آمدین در یک ویدیوی دیگه از ما. بیننده های عزیز انشالله که جور صحتمند باشین. در این ویدیو یک دروازه دکان یا دروازه کشیکی یا شتر یا کرکره کسته جور کردیم که مکمل ویدیویش دیگه کسته. انشالله کسته ویدیو تا آخر سل کن دیگه، نظریات قد از ما شریک کن کسته دیگه. تشکر، موفق باشین. بیننده های عزیز دیگه اینالی کار را شروع کردیم بخیر کسته. ای لاین مگه لاین مگه نوآوری کسته ایر کسته مسرونایش کسته جور نیم که بیرق مگه او کسته باز برش ولدینگ میشه، دزی ولدینگ میشه دیگه. اردو بغل شه دیگه. ویدیو سیل کن کسته دیگه. تشکر دیگه. از جا چم نره که چینل ده کسته سبسکرایب نکنین، سبسکرایب هم کنین دیگه. لایک کن، کومنت های خوب نوشته کن دیگه. بیننده های عزیزی لاینایش کسته آماده شد دیگه. کسته باید کسته چپ راست را کسته باید کسته دو طرف شد دخترو خشتش نه جورش نه. یه ویدیو رو دیدین یعنی کسته بیرق شه کسته. این دروازه زیاد کلانه کسته، این بیرق شه کم کلان است دیگه. دروازه ده دیگه دروازه کسته 33 سانتی مایه، این کسته 40 سانتیه دیگه. خود دروازه کسته 4 متر و 5 سانتی برش بود، 3 متر و 6 سانتی هم بلندیش بود دیگه. کم ذره کلان گرفتیم که خاطر چادر بود زیاد جمع شه داخل ازی دیگه. اینال کسته ویدیو سیل کن دیگه کسته. ایده سر روزو لاینا کسته ولدینگ میشه یعنی وسط چی کسته جای پایپ کسته که پایپ کسته دشی ولدینگ میشه کسته. این ولدینگ نیم کسته. این سلاخ تره کسته باز دم سلاخش کسته پایپ کسته نک بولت میشه دیگه. می تو ویدیو سیل که ده گورین دیگه. تشکر. اینال یک ولدینگ شد بازیر کسته ده سرون ازی لاین کسته ایت ولدینگ میشه خوب سه برابر باشه، لیول باشه دیگه. بله دیگه لاین اشتوم کسته زیرش دیگه لاین کسته از خاطر که سیده استا چنه باید دیگه. ویدیو سیل کن کسته. این ولدینگ نیم کسته بخیره خوب برابر باشه که بس دروازه داشت بند نشنه دیگه. ویدیو سیل کن دیگه. تشکر. یعنی هیچ کسته بولتاش کسته ولدینگ میشه کسته که کور کسته داشی نت بولت میشه کور دول چی پوش سه دانه بولت ولدینگ میشه، یک در زیر شی، یک در پیش رو، یک در سر. ببیننده های عزیز کسته زیر ازی کمک دیدم شکسته یک دانه لارنگ کسته نمیر کلدینگ نم کسته دیگه. باید کمک دیدهش نکسته چرا یک دروازه بال جمع شد خیلی گرنگ میشه بس خم نشنه دیگه. توی سر نم کسته صافکاری نم که خوب دروازه باز بند نشنه.
یعنی شکسته بریک شکسته که دروازه رو نمیله که تیرشنه بال جمع شنه دیگه. دروازه کشی و ماده کسته باز دهی بریکش بند میشه همونجا استارت میمونه. دیگه بیرق شکسته شروع کردیم بخیر کسته دیگه. ویدیو سایل کن کسته یه امو رقم مثل دیگه شوری جور میشه دیگه. میت کار از محیط آمد را دیگه کسته کومنت های خیلی نوشته کنی که چی خانم. نال دیگه نوبت کسته در ریبیت رسیده کسته. اینی تاله مگه کسته در تاله کسته سلاخ کته ریبیتار تیره کته. اینی چادر را کسته چادر زیر شکسته در زیر ریبیت میشه میتر دیگه. این ریبیت کاری از مورم سایل کن دیگه. دیگه تشکر از همگیش. ولی تالار کسته که یک سرش ریپیت کردیم باز دیگه سرش ریپیت می یک دانه باز دو وسط چی میزنی کسته که چادر کسته خود خیب ایفتو نکنه. از او بعد دیگه باز از یک طرف کسته ریپیت کتره ای موری.
یعنی ریپیتور کسم که کار نمی باید کسا زیر کسا زیاد بلیش فشار مایه باید کسا چادر کسا پوش سر ریبیت کسا و شلیدش نه اول ریبیت کسا اشتش نه بعد ازو کسا با چادر سلاخش نه کسا یعنی رقم کسا با ریبیت کسا این تپ منی که خلاصه کسا چادر کسا خطا نه و شل اگه نباشه با چادر خطا نه. اینم کسا ریبیت کاریش کسا خلاص شد کسا به خود چادر کسا تیر نی باز خود چادر دروازهش کسا باز ریبیت کاری نی.
یعنی هم کسا دیسپیرایش کسا دروازه زیاد برداره کسا ایره باید 3 دانه دیسپیر میزدیم دیگه این 3 دانه دیسپیر زدیم کسا یک دانه دو وسط یک دو طرف یک دو طرف بیننده های عزیز دیگه خوب سعی کنید اینی کسته اسپرین نوبت رسید در اسپرینگایش کسته یعنی دروازه که 3 دانه اسپرینگ مایه باید کسته اول کسته ایتر اشتاش نکسته که چپا و راسته کسته بسته نشنه اسپرینگا کسته میتر خوب سه چپا و راسته نه این رقم کسته برابر شنه که 3 دانه کسته اگر برابر نشنه با چپا و راسته بسته نشسته شده دیگه اینم کسته اینی وسطیش اول باید تیر شنه وسطیش تیر شنه کسته باز دیگه کسته اردو بغل جمع کسته دمو سیستم وسطیش کسته بستهش نه که روخش کسته که آدم کاو میگه کسته با چپا و راسته نه یعنی کسته همین اسپرینگار که بسته باید کسته زیر بولبرین کسته خودی بولبرین کسته باید قد گریز چرب شنه که از خاطری که اگر چرب نشنه باز پایپاش زود کسته از بین موره میده میشه دیگه اصلی کار کسته اینمی گریزکاری کسته که باید کسته گریزکاریش سهش نه باز اون که دروازه زیاد میشه
یعنی اسپرینگایش را کسته دیدین دیگه کسته که این رقم باید بستش نه دیگه نول کسته نوبت رسید کسته در ریپیت کاری خودی دروازه کسته این تیشش نکسته دیگه خوب سه ریپیت چه نکسته اگر ریپیت سه نشنه باز ریپیت خطا میکنه دیگه سیل کن کسته کسایی که میخواه ریپیت کاری رو یاد بگیره خوب دقیق سیل کنه خب بیننده های عزیز کسی این دروازه کسی ریپیت کاریش خلاص شد بخیر کسی اینال کسی زیرانیش کسی انداز نیم اون جایی که قلت ملت داشت سخت میشه و نمور انداز نیم دیگه اینی که یک مامای دیگه کسی تیر میشه تیر کردیم باز ریپیت نیم اینی که ریپیت نیم دیگه دروازه رو باید جمع منیم مغری کسی دیگه بخیر کسی دمو جایش کسی نشینی نشاندونش هم کسی مومنی از خاطری که ولدینگ میخواه یا عاجیز میخواه باید خوب او ترازو تشاول نصب شنه دیگه نول کسته یعنی دروازه کسته باید کسته چپا و راسته بسته نشنه چرزی که آواز بال مایه کسته داخل چی نره یعنی روخش کسته که مثال چیزی باید پایین باشه دیگه نیم جای قلفق شکسته موفق باشیم سیل کن دیگه شدیر یعنی هم چادرهای سر شکسته که اسپرینگ بسته میشه جای نتو بولج سلاخ کردیم کسته یعنی سیده نکسته از خاطر سیده نه اسپرینگ ما اینج کسته تیر کنیم داخل که دیگه اینا کسته دروازه رو جمع منی دروازه رو که جمع کردی دیگه با خیر باز رخشه میخواییم کسته موری بسته نصب منی دیگه نصب کنیم چرا میگیر میگیرم با سیل
بیننده های عزیز دیگه این دروازه رو کسته شاندیم بخیره. این اینج کسته اسپرینگ هایش کسته میتر خوب دندازه کسته تایت شینه. این در باید اسپرینگ کسته این طرف شیو طرف بال کشنه بازیلک نی دونج اسپرینگ جره بستک نیده چادر باید چادر بال کنه دیگه. تشکر که تایید امر کسته ویدیو های از مور کسته سیلین دیگه. بازم ویدیو ادامه داره دیگه تا آخر سیل کن. بیننده های عزیز او بغل شرکت بسته کردیم. این دفعه این طرف شرکت اسپرینگ هاش را تایت کردیم بسته نیم دیگه. وسط چرم باز اسپرینگش را تایت نیم بسته نیم دیگه کسته باز دروازه میشه بخیر نصب. یعنی اسپرینگ کستم باید کسته کلگیش در یک اندازه شونه و نصب بسته شونه کسته تایت شونه کسته که نمیتر ما تایت نمی اسپرینگ را. اگر کسته کلگیش یکش کم شونه یکش زیاد شونه باز دروازه یک طرفش بال میشه یک طرفش پخش مونه دیگه. باز اگر یکش کسته دو دنیش تایت شونه یک دنیش کم تایت شونه باز یک دنیش بال شد اسپرینگ کسته ای اسپرینگ کسته نمیل یک دروازه بال شونه. دیگه این کسته ویدیو بخیر در پایان رسید کسته دیگه. تشکر که تا این وقت کسته ویدیو از مرسل کردین دیگه. موفق باشین دیگه. خدا نگهدار.